بدامون. از بنده خدا یعقوب به عزیز مصر یوزارسیف، خداوند سبحان همیشه بر ما دودمان رسالت و نبوت بلاها گماشت و ما را به مصائب گوناگون امتحان فرمود. جدم ابراهیم را با آتش نمرود امتحان کرد و عمویم اسماعیل ذبیح الله را به قربانگاه کشاند تا او را قربانی کند و مرا نیز به فراق فرزندی که نور چشم و قوت قلبم بود مبتلا کرد. روز او را به صحرا بردند و پیراهن خونینش را باز آوردند. پسری داشتم که از مادر با یوسف برادر بود. بوی یوسف را از او استشمام می کردم و به جای یوسف او مرهم قلب داغدارم بود. برادرانش او را نزد تو آوردند و باز نگرداندند. شما او را به جرم دزدی به بردگی گرفتید. تردیدی نیست که سرقت را با اهل بیت رسالت نسبتی نیست. مخلص سخن این که مرا از فراق فرزندان نه توش و توانی مانده و نه نور بصری. از شما میخواهم فرزند در بند مرا به سوی این پیر درمانده بازگردانید و مرا از غم رهایی بخشید. در این صورت تو را به دعای خیر مدد خواهم بود و اگر جزی کنی و بر این مهنت کشیده ترحم ننمایی، از جگر سوخته ناله‌ای سردهم که لهیب آن تا 7 پشتت را خاکستر کند و تو را توان مقاومت در برابر شرار آن نباشد. بنده خدا یعقوب. وای بر شما، با یوسف چه کردی؟ میدانید پدرتان به خاطر اعمال ناپسند شما چه رنجی کشیده است.